یو سلام بچه سرین امروز اومدیم با یه ویدیو جدید و جذاب دیگه. اومدیم با ببینیم اگه فوتبال زن بودن چه شکلی بودن و بچه ها لگو فرش اگه دیاریم واسه اولین بار این ویدیو میبینید حتی سابسکرایب کنید به کانال روبیکای ما بپیوندید. بریم سراغ ویدیو. خب شروع میشه. اشرف رو نگاه کن. اشرف دلم واسه توماس رو نگاه کن. آجی توماس کپ زناست. یعنی اینقدر دیگه توماس خیلی شبیهشونه. توماس دنی آلوز ازم کنه لازه. دنی آلوز اینقدر سیاست. چجوری این زن شده اینقدر سفیده؟ برو ببینم. گاوی کپ زنات. سرخی آگوئرا رو نگاه کن تو فقط. الکساندر رو نگاه کن حاجی. وای الکساندر کوپ زناست حاجی. اصلا همین الانش هم کوپ زناست دقیقا فرقی نمیکنه. کوینو تو نگاه کن. دهنت سرویس. جمال شبیه اون دختر زشت هست. ایرلینگ هالند ساکو لازه. ایرلینگ هالند شبیه همین الانشه. فرقی نمیکنه. همین الانش هست. وقتی موهاشو باز میکنه شبیه الانش میشه. ما علاقه برو دیپال تو نگاه کن فقط. دیپال دیگه خیلی شبیه شونه. دیپال دیگه زیاده. جوابی اصلا کلن هیچ شباهتی باش نداره. یا حسین دیمبل. تییاگو سیلوا رو نگاه کن. یا خدا بابا بیا برو. کیمیچ کوپ بزن و سازی. کیمیچ و نویر. یه لحظه کن. کیمیچ نویر و هم تیمی های هم دیگه دفاع حالا هافبک هر چی هست. کیمیچ نویر اصلا دیگه واقعا یه شکل وحشتناکه. برو ببینم بعدی دخیا. بهت بگم چرا صورتش چیه. صورتش دقیقاً بهت بگم شبیه تخم مرغاست. خب شبیه تخم مرغ. صورت تخم مرغی. خب بریم شروع کنیم دوباره. یه چیزی رفت. ببین اصلا پوگبا کپ از اون دختر قلدرایی که دیگه میزنه تو کوچت. برو ببینم بعدی. ریاض اصلا شبیه دخترها نیست. حاجی مسی رو تو فقط نگاه. مسی وای مسی. رشفورد میدونی شبیه کیه؟ شبیه مامان حکیمیه. خیلی شبیهشه. تونی کروس. آجی تو فقط نگاه کن. پدری سرخیو راموس میدونی شبیه چیه؟ سرخیو راموس انگار مامان بزرگشه یا مامانشه. شبیه اینه. ببین چقدر پیر شده. برو. الخاندر گاراچو. یعنی شبیه دختر از این 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ساله هست. ایدن هازارد و دهنت سرویس دیگه. آنتونی رو نگاه کن فقط تو. امیلیانو مارتین. زنگا وای میسان مونت. خب داشتیم میرفتیم. خب بذار بشو بدم. خب امیلیانو مارتینز و میسان خیلی شبیه. حاجی لیوا رو نگاه کن. لیوا دیگه خیلی شبیه حاجی. انگلو کانت اسمش چقدر خامس رودریگز شبیه حاجی. اصلا باورم نمیشه اینقدر خامس رودریگز شبیه. بوسکت هم کله تخم مرغیه مثل دخیا.
فردریکو والورده عشق ما داشتم. برو ببینم بعدی. حاجی دیوید بکام میدونی شبیه کیه؟ دیوید بکام شبیه خواهران دده بالاست. یه دونه از اون خواهران دده بالا. بله برو ببین تو فقط دیوید آلبا رو. یا حسین تیبو کورتوا وای دکلر راز وای نیمار. بلوچلی رو نگاه کن فقط تو. بلوتری رو نگاه. ایکر کاسیاس وای خوشی چند کن یه لحظه. آلیسون بکر چرا اقل ریش داره؟ من یادم نیست اقل آلیسون بکر ریش داشت. برو ببینم پیکه. رودریگو رو نگاه کن. رودریگو یا حسین لروسه کی بود؟ یکی بود جیدون سانچو یا حسین خدا. کوکو دیگه خیلی شبیش حاجی. خیلی شبیشه حاجی مارتینز. یا حسین زلاتان شبیه اون خودتون دیگه میدونید. بله شبیه آره همون جونلیو بوفون شبیه همون زنای ده پنجایی رافائل برو. گرت بیل رو تو نگاه نکن حاجی. اون موقع که توی تاتنهام بوده. فیلیپو کوتینیو حاجی اصلا باورم نمیشه اینو. ویرژیل فندای کن نگاه کن تو فقط. تیری آنری دیگه نیست. بله آردا گولر. آقا آردا گولر رو نگاه کن تو فقط. دنی کلمو بازی دیگه باورم نمیشه. کیلیان امباپه کمی آره همون بازی لوئیس سوارز بوکایو سوکو همین شبیه همین الکساندر آرنولد همین الانه. بازی فرانک ریبری رو نگاه کن. منفیس دپای وای آقل دی ماریا. بازی خیلی خنده دارن. یا حسین نگاه کن. لوکا وای بابا مارکو رویس رو نگاه کن حاجی. باورت نمیشه مارکو رویس رو انقدر. لریو سونه رو نگاه کن حاجی. رومرو لوکاکو بله رودری چی رونالدینیو چی نوشته من اسمشو نمیدونم. حالا کسایی که کلاس انگلیسی خونده حتما توی کامنت ها واسم بنویسن. چی بود اسمش؟ پاکوتا چی؟ یه چیزی بود. لوکاس چی؟ نمیدونم هرچی که هست. کوفتی هست. خب آخریه یا نه هنوز هست؟ بذار ببینم چند دقیقه. 7 دقیقه هست هنوز. محمد سلو بودی دیگه خوب پشه. ترشتگن رو نگاه کن حاجی. باورم نمیشه اینقدر اینا خنده دارد.
جود بیلینگوم دیگه نیست. بله هست. آندرس ایلیاسا، سادیو مانه. بله 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 بله. سا ژو فلیکس رو نگاه کن دیگه. چی بگم؟ ژو فلیکس هم اینه. آره سب کن یه لحظه. ژو فلیکس، اون ژو فلیکس. مسعود اوزیل رو نگاه. کریس کریس اصلا دیگه واقعا شبیشه. کریس خیلی شبیشه. آخ چومنی دیگه شبیه چی بهت بگم هست. خودشه. مرسلو خیلی پیره. چجوری اینقدر جوونه آقا؟ حساب نیست. گابریل جسوس رو نگاه. چه جود بیلینگوم الانمونه. پولو خیلی خنده داره. مارکینز دفاع وسط. پپه خیلی خنده داره واقعا. اولیور ژیرو بهت بگم چیه. اولیور ژیرو بهترین دروازه‌بان تاریخ میشه. اگه میمون توی دروازه قطعا بهترین دروازه‌بان بود. یه پنالتی من نگرفت واسه میلان. گرفت واسش یه پنالتی. رونالدو نازاریو انگار از یه دختر 27 هست. 20 دی گوندوغان رو نگاه. ویرونی خیلی خنده دارن واقعا. خیلی خنده دارن. یه دقیقه دیگه تمام کوتویرسو نگاه کن. کوپ الانشه. یا حسین بابا برونو فرانس که اینقدر دماغش دراز بوده. خیلی دماغشو دراز کرد. انزو رو نگاه. انزو فرناندز. بله. یوسیم بونو بهترین دروازه. خولیان آلوارز رو نگاه. وای دیگه چی بهت بگم آجی. برناردو سیلوا آجی. وای برناردو رو نگاه کن. چالیسون فرانک دیون. تموم شد. بله خب بچه ها لایک کنید فروشه. اگه داریم واسه اولین بار این ویدیو رو میبینید حتما سابسکرایب کنید، به کانال ما بپیوندید و تا ویدیو بعدی خدا نگهدار.